وصف اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زبان امام زین العابدین. امام علی ابن الحسین زین العابدین رضی الله تعالی عنه در یکی از دعاهایش در صحیفه سجادیه می‌فرماید: بارالها به اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به خصوص آن کسانی که به نیکی همراهیش کردند و آنان که در یاریش از عهده امتحان پایداری به خوبی برآمدند و او را یاری نمودند و به تصدیق رسالتش شتافتند و در پذیرفتن دعوتش از دیگران سبقت گرفتند و چون حجت رسالت خود را به آنها ابلاغ کرد او را اجابت کردند و در راه پیروز ساختن رسالتش از همسر و فرزند دوری گزیدند و برای تثبیت نبوتش با پدران و پسران مشرک خود پیکار کردند و به برکت یاری او پیروز شدند و آنان که محبت او را در جان و دل می پروردند و در دوستیش امید تجارتی ایمن از ضرر و زیان داشتند و آنان که چون به ریسمان دین آن حضرت چنگ زدند قبایلشان از ایشان دوری کردند و چون در سایه خویشاوندی او مسکن گزیدند خویشان از ایشان بیگانه گشتند. پس بارالها گذشتی را که برای تو و در راه تو انجام دادند از نظر دور مدار و به سبب آن فداکاری ها و در برابر آن که خلق را بر تو گرد آوردند و با پیغمبرت از جمله داعیان به سوی تو بودند ایشان را از خوشنودی خود خوشنود ساز و سعی ایشان را به پاس آن که در راه تو از شهر و دیار و قوم خود هجرت کردند و خیش را از فراخی زندگی به سختی و تنگی درافکندند مشکور دار و همچنین آنان را که برای گسترش دینت بسیار مورد مظلومیت قرار گرفتند خوشنود فرما. الهی بهترین پاداش خود را به پیروان اصحاب در راه ایمان و عمل صالح برسان، آنان که میگویند پروردگارا ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان آوردند هیچ غلی یعنی کینه و بغض و حسدی قرار نده. پروردگارا تو دارای رفعت و رحمت فراوان هستی. آنان که راه و روش اصحاب را در پیش گرفتند، همان پیروانی که آهنگ طریقه صحابه کردند، در حالی که هیچ شبهه آنان را از عقیده خود بر نگرداند و در پیروی آثار و اقتدا به علامات هدایت صحابه هیچ شکی خاطرشان را پریشان نساخت. معاونین و مساعدین صحابه اند، چنان که در دین پیرو ایشان و در اخلاق پویای راه آنانند. در تعظیم شأن صحابه اتفاق دارند و در اخبار و احکامی که از پیغمبر ابلاغ می کنند متهمشان نمی دارند. بارالها از امروز تا روز جزا بر تابعین صحابه و بر امثران و بر اولادشان و بر هر کدامشان که تو را اطاعت کرده اند رحمت فرست، چنان رحمتی که به وسیله آن ایشان را از نافرمانی خود نگه داری
و در باغ‌های بهشت در وسعت و رفاه قرار دهی و آنان را به یمن آن از مکر شیطان باز داری و در هر کار خیر که از تو مدد خواهند یاریشان کنی و از حوادث شب و روز مگر پیش آمدی که مژده خیر دهد نگاهشان داری. آری برادر و خواهر عزیز، این دعای امام زین العابدین رحمت الله علیه فرزند حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما می باشد که به بهترین کلمات اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را می ستاید. این است عقیده و مذهب اهل بیت رسول الله. این است عقیده و مذهب اهل بیت رسول الله. ای کاش کسانی که ادعای پیروی از اهل بیت را دارند این حقایق را می دانستند و راه و روش آنها را نسب العین خود قرار می دادند و در پرتو نور آن حرکت می کردند. بارالها ما و همه امت اسلامی را پیروان راستین اهل بیت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم قرار بده.